به خاطر دعاگیری ختم قرآن لازم نشد اونا میگه که مردم کانتکت داشتن بالاخره وطندارایی که در اونجا بود مشکلشان رفت کلمه تان داشتن دیگه باز بان دوای خارشک بود دوای خسک بود دوای خسک اصلی تخت خروس میگه از کدام نگاه ما برات بگم یعنی حالا میلاد من تلفن ای تلفن دیگه من میایم بالا میارم ای تلفن ما بالا میارم چی میکنم ما دو تلفن دیگه دو خارشک نیست تیک تاک نجاتی افغان دکتر خارشک دو تو مرا بالا بری خط میکنم سال که چقدر نفر در اتاق ما زندگی میکرد کلش نامایش هست چقدر از ما از کرای اتاق قرضدار هستم تنها کرای اتاق چقدر مردم قرضدار هستن نامایش هستن برو بیارشون تمام رو بیار کن حالا قرضایی تا ندادن قرضا به غیر از او قرضای تنها او قرضا خلایده و دیگه قرضایی که از سود هست از خانه از دوا یا مثلا فلانی خان در تاریخ 30 آمد در اتاق یک در تاریخ 2 یک در تاریخ 5 یک در تاریخ 3 اینه می فهمیدید یک لیست بسته است دانه دانه بانم باز میگم بیا خیره که نامایشان هم گرفتیم من سواد نداشتم نامایشان گرفتیم الان باز ما بگیرم او رو پلی کنم باز میگم وطنداراز بیا که نفنهشان نشنو نگان داشتم دیگه ما خوبی کردیم چی کردیم نامردی را دیدیم فهمیدی ایست په دل خود ما نموجه در 4 تا افغان ما را 4 تا موجود نمیگفتم خدا نخواسته یا ازبک یا تاجک یا پشتون یا هزاره اونجا نمیگفتم در خانه خود جای میدادم بیا کنیم 4 تا افغان ما در امید آمدن کاروبارشان شد زندگیشان جور شد اونجا قوم پرستی میکنید قوم پرستی نکنید در سیاست بس نکنید در دین بس نکنید دیگه رئیس خانه اتاق اونجا ما بودم رئیس کلامشان ما خودم بودم ایار نگاه همیتشان رو من میگرفتم 23 نفر یا 17 نفر 20 نفر 16 نفر 12 نفر کی جای میتونه میال خانه من مست نمیال بچه مامای من زنگ میزنم آن خانه من میشام بدم بچه ها رو میشام بدم دیگه توفای آنیا رو میشام بدم حالا یا بازی نازوانی کل پیسایی که قرض گرفتن دادن از قرض میگیرن نمیارن بیخی نازوان است که با خدا همی خوبی کردیم بدی را دیدیم فهمیدید بخی از همی کل چیز دلم سیاه شد فهمیدید این همی حال از کوی سر خنجر دادن در خانه جای دادن بیادر به خاطر جای ها بده مگه یک معطل هستم مگه دل که کلان باش جای کلان است یک دوش که دیگهش می آمد فهمیدی به خاطر جایی که میجه خواه میکنه میجه خواه بود همین خانه کلتون در خدمت 4 اتاق گرفت دیگه شفا میده که کدن کلا زد بینیش اینقدر یک طرفه شد این میدو رو برات بیارم تلفنم چی شد دوشم ایشام بوده ایدوشم نه نگفتم کام پرستی رو دامت نگفتم دارای گل خونه نشانتی که تیک تاک بسته میشه مقصد خون نیست واقعا حالا آفرین تو که کل پیسایی تان بردن نال مردم هم گپ هم میزنه خیلی مشکلات ها و رنج ما دیدیم میلاد جان آمده ای کدامش ما بگم از کدام چیز من خود نامرد نیستم ما گفته اگران تا کدام نامکش شدم نیستم بغیرش خاشقی ببینم با قرآن ما رو ببینم ما چی کاره بودم چی کاره هستم بالله قسم از میلاد آسو بالله قسم از شاید دو آدم بشناسی نشناسی که کنسلگریست گفت که نه امیر آنیا را که پراتش هلاکو گفت که چیز قبلی چیز ترکیه را میتم گفت نره گفت بالله قسم از نره گفت کار تا جور میکنم نامش بگیرم نگیرم در کنسلگریست آمده خندجای خود ماما از گفت نره گفت خود بچه گفت نره گفت دیگه آنیا را خود نمیگم خدا نکرده گفت که چیز است گفت که گفت خندجای ما گفت که نام خندوز بد نگه چیز نکه گفت نره گفت که برات بینیم یک کل کار تجار میکنیم که منان تجار گفت که بگه کار بارم شروع که گفت پاسپورت سر خواه ترکی را برات میتم گفت کار بار تجار میکنم نره گفت دمی آمدن داورد نینم باز من در شخصی در لنبر زنگ بزن نامش میگم آسو برد ما اونو را علاقه آمده میلاد خان آمده ما کل کار زندگی خود علاقه کردم مریضا را علاقه کردم از پایده و کل چیز تیر شدم قرضاری ما خانه ما اصل نیست ما کل چیز ما علاقه کردم دیگه مرا میفهمی 4 پر پلیس گرفته فهمیدی یک پر $5,000 دادیم فهمیدی یک پر $3,500 دادیم فهمیدی یا یک پر $3,500 دادیم یک پر 3,000 رو دادیم
2000 رو دادم وقت آخر یک دانه خانم افغان ما بود زن شوی گفته اعلام شدیم. یک خانم افغان ما بود، یک دانه بچه کم داشتم زن شوی گفته اعلام شدیم وقت آخر. فهمیدی؟ فقط دو 1000 کرای موتر دادیم، 1000 چی نام داره دلار، 1000 دلار از در چیز بند بودیم آدانا، از آدانا تا استانبول که ما را آورد 1000 دلار دادیم که باز هم مشکل نخریم. بچگه که شد من خودم بودم زن شوی به خاطر که من اسناد داشتم کیملیک داشتم هم به او خوب شد هم به من خوب شد زن شوی خدا دادم باورد من اینه میلاد ده کم مرند افتاد زن شوی بودیم. کسی بیناموس بگه اگر دروغ بگه بیناموس باشه. امی سیاست افغان ما را گفتم بیا من قدر پست بیناموس نیستم. ایره دای خانم دای خو میکردم دورتر دو کنجک خو میکردم که خدا نخواسته که هم سیاست افغان ما دلش کامگرد نگرده انسان شیطان زوری میکنه کدام بیناموسی صورت نگیره. فهمیدی؟ ما خودم دای خو ما دو کنجک دان دروازه خو میکردم. فهمیدی میلاد جان؟ نه مجاهد دیگه ما میفهم که تو چی رقم هستی. آفرین. وطندار مادرش یا پدرش فوت میکرد یا قوم خیشش